دوستان خوبم، ببینیم ما میخوایم یاد بگیریم که با حداقل قیمت کار کنیم. ببینیم با یه چکش لاستیکی، با یه مقدار خاک، با یه تراز اینجا رو قشنگ کار میکنه. اگر این خاک یه مقدار آهک داشته باشه خیلی بهتره. با همین تنظیم میکنه. یه تراز هم میذاره، ببینید این تراز هم میذاره. مثلا الان این برش یه مقدار باید بیاد بالا، میبینی میاد بالا که تنظیم بشه. با همین تراز تنظیمش کن. خب به همین سادگی با یه دونه تراز الان تنظیم شد. خب همینو شما پایینشو میای 4 ردیف میچینی، 20شو میچینی، 40شو میچینی، بچینی. یعنی دیگه ماسه هم نمیخواد، چون ماسه هم گرونه. یه مقدار آهک این خاک قاطی کنی، زیر این صفر میشه. خود این یه پی بسیار آجر خیلی پی قوی میشه. یعنی به شرطی که یه ذره پروپیمون بچینی. مثلا حالا ما داریم اینجا 40شو میچینی، یه دیگه هم بچینی. ببین همه اینا یه تراز بخوره درست میشه. الان ببینید یه مقدار باید بیاد چی بالا، یه مقدار خاک میده زیرش میاد بالا. ببین یه کوچولو تنظیمش میگه ذره دیگه بدش بالا. ببین خیلی راحت الان تراز میشه. حالا ببین آجر نمیخواد آنچنانی هم خیلی مثلا چیز بشه، یکیشو تراز میکنی بقیه‌شو هم سطح اون کار میکنی. ببینی نمیده تراز میذاره. الان ببین این یه ذره باید اینجاش باز بیاد بالا، یه ذره خاک میده زیرش. تمام همین. یه تراز هم میبری که این الان ببینین اینجا یه ذره پایین اینجا بالاست. خب بعد از اینکه تراز کردیم اینجا پس باید بره پایین تر که هم سطح اینا بشه. ببینید که هم سطح، اصلا خود آجر لبه هاش یه جورایی هم سطحه. خب اون یکی رو هم بذاری. ببینید الان 20 شد چید. همینجوری میچینه میره تا به اون نقطه‌ای که میخواد برسه. حالا برای گونیا کردن ببینید بهترین روش یه دونه سرامیکه. یه سرامیک اینجا بذارید. ببینید این الان گونیا. ببینید دیگه حالا یه جا میگه گونیا تو دسترست نیست یا اصلا هزینه خرید گونیا رو نداری، آقا یه دونه سرامیک با یه سرامیک میتونی گونیا کنی. تمام.